این ویدیو با حمایت pbholiday.com ساخته شده. شما میتونید تورهای خارجی رو تا 50% ارزونتر از آژانس‌های دیگه رزرو کنید. pbholiday.com، سفری لوکس با نصف قیمت. مایکل جکسون، سلطان پاپ. مایکل جوزف جکسون در تاریخ 29 آگوست 1958 در شهر گری، ایندیانا در خانواده‌ای از طبقه کارگر متولد شد. پسر جوزف والتر، معروف به جو، و کاترین اسکروز استر. او هفتمین فرزند از 10 فرزند است. خواهران و برادران او رابی، جکی، تیتو، جرمین، لاتویا، مارلون، رندی و جنت هستند. پدرش در استخدام معدن آهن بود و اغلب با برادرش لوتر در یک گروه موسیقی اجرا می کرد. مادر مذهبی جکسون فرزندش را با باورهای فرقه یهوده که نام خدا در زبان عبریست تربیت کرد. جکسون از اوایل دوران خردسالی مورد سوء استفاده جسمی و روحی پدرش قرار داشت. او کار بیوقفه، شلاق و کلمات رکیک را تحمل می کرد. این سوء استفاده ها زندگی او را در بزرگسالی تحت شعاع قرار داد. یک شب وقتی جکسون خواب بود، پدرش از بیرون خود را به پنجره اتاق خواب او رساند و در حالی که ماسک ترسناکی بر چهره داشت، با جیغ و فریاد وارد اتاق شد. پدرش گفت که می‌خواسته به فرزندانش یاد بدهد که هنگام خواب پنجره اتاق خواب را باز نگذارند. اما تا سالها بعد از آن کابوس‌های دزدیده شدن از اتاق خواب جکسون را رها نکرد. او گفت که در کودکی اغلب از تنهایی می‌گریست و گاهی اوقات با دیدن پدرش بیمار می‌شد یا حالت تهوع به او دست می‌داد. در مصاحبه بسیار معروف دیگری به نام زیستن با مایکل جکسون در سال 2003 او در حالی که درباره سوء استفاده‌های دوران کودکی‌اش صحبت می‌کرد، چهره خود را با دست‌هایش پوشاند و گریست. جکسون خیلی زود استعدادش را در موسیقی بروز داد. او در سن 5 سالگی در حضور همکلاسی‌ها و حضار دیگر به مناسبت کریسمس اجرا می‌کرد. شروع اعمال جراحی. در سن 20 سالگی در سال 1978 جکسون در نقش مترسک در یک فیلم موزیکال به ایفای نقش پرداخت. در سن 21 سالگی در سال 1979 بینی جکسون در یکی از تمرینات پیچیده رقص شکست. عمل جراحی بینی که در نتیجه این حادثه انجام شد موفقیت‌آمیز نبود و جکسون از مشکلات تنفسی که می‌توانست فعالیت حرفه‌ای او را تحت تاثیر قرار دهد رنج می‌برد. او به دکتر استیو هافلین معرفی شد که عمل راینوپلاستی یا همان جراحی بینی دوم و عملهای دیگر را در دنباله برای او انجام داد. در 25 مارس 1983 او برای اولین بار در یک اجرای زنده تلویزیونی امضای هنریش مونواک را به نمایش گذاشت. مونواکی که او را به شهرت رساند، استعاره‌ای از سبک رقص اوست. در 27 ژانویه 1984 جکسون دچار یک بداقبالی شد. ضمن ساخت یک فیلم تبلیغاتی برای پپسیکولا در سالن نمایش بزرگ شراین در لس آنجلس، موهای او بر اثر خطا در عملیات آتشبازی آتش گرفت و پوست سرش دچار سوختگی درجه 3 شد. این حادثه در برابر چشمان سالن لبریز از جمعیت که برای بازسازی یک کنسرت آنجا گرد آمده بودند اتفاق افتاد. شرکت پپسی خسارت این حادثه را خارج از دادگاه پرداخت و جکسون 1.5 میلیون دلاری را که به او پرداخت شده بود به مرکز سوختگی مایکل جکسون اهدا کرد. اندکی پس از آن سومین جراحی پلاستیک روی بینی جکسون انجام شد و او خودآگاهانه تر درباره ظاهرش رفتار کرد.
در 1986 رسانه‌های شایعه پرداز داستانی منتشر کردند که ادعا می‌کرد جکسون برای حفظ جوانی در زیر چتر اکسیژن پرفشار می‌خوابد. تصویری از او در حالی که زیر یک جعبه شیشه‌ای دراز کشیده بود همراه با خبر منتشر شد. با وجود اینکه این ادعا نادرست بود، جکسون خود به این داستان جعلی پر و بال داد. او در حال تبلیغات برای فیلم جدیدش کاپیتان EO بود و می‌خواست تصویری علمی تخیلی از خود ارائه دهد. او برای پیدا کردن ظاهری عضلانی یک فرورفتگی روی چانه‌اش قرار داد. سپس در فیلم سه‌بعدی کاپیتان EO به ایفای نقش پرداخت. این فیلم گرانترین فیلم کوتاه در آن زمان بود و بعداً جزئی از پارک‌های تفریحی دیزنی شد. جکسون یک شامپانزه دستآموز به نام بابلز خرید و با او دوست شد. این رفتار جنبه‌ای غیر متعارف از شخصیت او را نشان می‌داد. بعدها جکسون ادعا کرد که بابلز از دستشویی او استفاده می‌کرد و اتاق خوابش را تمیز می‌نمود. بعداً گزارش شد که جکسون استخوان‌های مرد فیلنما را خریداری کرده است. این خبر کذب بود، اما داستانی بود که باز خود جکسون در اختیار رسانه‌های شایعه پرداز قرار داده بود. این داستان‌ها الهام بخش ساخت لقب توهین‌آمیز جکوی خلوچل شد. این لقب در سال بعد به گوش جکسون رسید و در نهایت برای او بسیار بسیار ناخوشایند بود. او با فهمیدن اشتباهش از درس دادن داستان‌های ساختگی به رسانه‌ها دست برداشت. اما به خاطر سودی که به جیب رسانه‌ها سرازیر می‌شد، آنها خودشان شروع به انتشار داستان‌های ساختگی کردند. پوست جکسون در تمام دوران کودکی و نوجوانیش به رنگ قهوه‌ای متوسطی بود، اما از اوایل دهه 80 رنگ پوست او روشن‌تر شد. این تغییر به طور وسیعی تحت پوشش رسانه‌ها قرار گرفت، از جمله شایعه‌هایی که ادعا می‌کردند جکسون پوست خود را سفید می‌کند. در اواسط دهه 80 تشخیص داده شد که جکسون مبتلا به ویتیلایگو یا همان بیماری لکوپیس است که در آن سلول‌های بعضی از قسمت‌های پوست رنگیزه خود را از دست می‌دهند و درمانی هم ندارد و معمولاً برای درست کردن ظاهر به روش‌های مختلف رنگ بقیه پوست را هم از بین می‌برند. و لوپوس که نوعی بیماری پوستی است که در آن معمولاً قسمت‌هایی از پوست صورت مانند صورت گرگ تغییر رنگ می‌دهد و عوارض دیگری چون التهاب مفاصل را هم به دنبال دارد خفیف است، اما هر دوی این بیماری‌ها او را حساس به نور خورشید می‌کنند. شیوه درمانی که جکسون برای این بیماری‌ها استفاده می‌کند باعث روشن‌تر شدن پوست او می‌شود و با گریم پنکیکی که برای پوشاندن لکه‌ها و یک دست کردن رنگ پوستش اجرا می‌شود، پوست او می‌تواند خیلی روشن به نظر برسد. شکل چهرهش هم تغییر کرده است. چند جراح نظر دادند که او چند عمل جراحی بینی، جراحی پیشانی، نازک کردن لب و یک جراحی گونه را پشت سر گذاشته است. تغییرات چهره او تا قسمتی به خاطر کاهش وزن شدید بود. در اوایل دهه 80 بدن جکسون به خاطر تغییر در رژیم غذایی و تمایلش برای داشتن بدن یک رقصنده قلمی تر شد. شاهدان اظهار کردند که جکسون اغلب سرگیجه داشت و به نظرشان او در مورد چگونه به نظر رسیدن بدنش وسواس پیدا کرده بود. برخی افراد حرفه‌ای در زمینه علم پزشکی به طور علنی بیان کردند که طبق عقیده آنها خواننده سندروم دیسمورفی بدنی دارد. شرایط ذهنی که در آن بیمار نمی‌داند دیگران درباره او چه نظری دارند. جکسون بنیاد هیل د ورلد یعنی دنیا را شفا بده را در 1992 بنیانگذاری کرد. سازمان خیریه‌ای که کودکان بی‌بضاعت را به ملک جکسون می‌آورد تا از پارک تفریحی که جکسون بعد از خرید ملک در آنجا ساخته بود به طور رایگان استفاده کنند. این بنیاد همچنین میلیون‌ها دلار برای کمک به کودکان بیمار و جنگ زده به نقاط مختلف کره زمین فرستاد. جکسون در 67 کنسرت برای 3,600,000 نفر برنامه اجرا کرد. تمام درآمد حاصل از این کنسرت‌ها به بنیاد هیل د ورلد منتقل
و باعث جمع‌آوری میلیون‌ها دلار برای کمک به مردم شد. جکسون سپس به جلب توجه عموم به HIV کمک کرد. بیماری که در آن زمان هنوز جنجال برانگیز بود. او در مراسم آغاز ریاست جمهوری بیل کلینتون به طور علنی تقاضا کرد که بودجه بیشتری برای کمک به بیماران مبتلا به ایدز و تحقیقات مربوط به این بیماری اختصاص داده شود. در یک بازدید مشهور از آفریقا، جکسون از چند کشور بازدید به عمل آورد که گابون، سرزمین مادری او، و مصر در میان آنها بودند. در فوریه 1993 جکسون در مصاحبه‌ای با اپرا وینفری به مدت 90 دقیقه شرکت کرد. اولین مصاحبه او از سال 1979. هنگامی که از سوء استفاده پدرش از او در دوران کودکی صحبت می‌کرد، عضلات چهره‌اش منقبض می‌شد. او شایعات اخیر در مورد خودش و همچنین نظرات مربوط به اینکه او پوستش را سفید کرده را منتفی دانست و برای اولین بار تصدیق کرد که مبتلا به ویتیلایگو است. این برنامه 4مین برنامه پربیننده غیر ورزشی در تاریخ آمریکا شد. جکسون توسط پسری 13 ساله به نام جردن چندلر و پدرش ایوان چندلر به سوء استفاده جنسی از کودکان متهم شد و رابطه دوستی بین جکسون و ایوان چندلر فرو پاشید. تحقیقات رسمی شروع شد. مادر جردن چندلر مصر بود که خطایی از طرف جکسون نبوده است. بچه‌ها و تعداد زیادی از خویشاوندان اینکه او بچه باز باشد را مصرانه رد کردند. وضعیت جکسون وقتی بدتر شد که خواهر بزرگترش لاتویا جکسون او را به بچه باز بودن متهم کرد. بیانیه‌ای که خواهرش بعداً پس گرفت. جکسون برای مقابله با استرس اتهاماتی که به او وارد شده بود، شروع به استفاده از مسکن‌ها، والیوم، زاناکس و آتیبان کرد. تا پاییز 1993 جکسون به داروها اعتیاد پیدا کرده بود. وضعیت سلامتی جکسون تا حدی به وخامت گذاشت که او یادآوری تور جهانی خود را کنسل نمود و چند ماهی به یک مرکز درمان اعتیاد رفت. استرس اتهامات باعث شد که جکسون از غذا خوردن دست بردارد و وزن بسیار زیادی از دست بدهد. به خاطر سلامتی در حال افول او، دوستان و مشاوران قانونی کنترل روند دفاع و اوضاع مالی او را بر عهده گرفتند. آنها از او می‌خواستند که به توافق خارج از دادگاه جواب مثبت دهد، چون باور داشتند که در صورت برگزاری جریان طولانی مدت دادگاه‌ها، جکسون دوام نخواهد آورد. واکنش رسانه‌های شایعه پرداز به اتهامات مطرح شده، جکسون را در شرایط نامطلوبی قرار داد. در 1 ژانویه 1994 جکسون با خانواده چندلر و تیم حقوقی آنها به مبلغ 22 میلیون دلار در خارج از دادگاه به توافق رسید. بعد از توافق، جردن چندلر از همکاری با تحقیقات جنایی پلیس خودداری نمود. جکسون هرگز دستگیر نشد و پرونده با اعلام اینکه شواهد کافی در دست نیست بسته شد. بعداً در همان سال جکسون با خواننده و ترانه‌نویس لیزا ماریا پرسلی، دختر الویس پرسلی، به طور خصوصی ازدواج کرد. آنها کمتر از 2 سال بعد از یکدیگر جدا شدند. آنها دلیل جدایی را اختلافات غیرقابل حل اعلام کردند و ارتباطشان دوستانه باقی ماند. جکسون با پرستار متخصص پوست دبورا جینیرو ازدواج کرد و از او صاحب یک فرزند پسر به نام مایکل جوزف جکسون پسر معروف به پرنس و یک فرزند دختر به نام پاریس مایکل کاترین جکسون شد. این زوج در سال 1999 از یکدیگر جدا شدند. دبیرو علت جدایی را غیر قابل تحمل بودن تلاش بیوقفه رسانه‌ها در تحت نظر گرفتن زندگی خصوصی جکسون برای او اعلام کرد و در ادامه گفت که به جکسون علاقه بسیاری دارد و برای او هر کاری می کند. او حضانت کامل فرزندان را به جکسون داد. در سال 2000 به علت اینکه جکسون بیشتر از هر سرگرمی ساز یا شخصیتی از رویدادهای خیریه حمایت کرده است، رکورد دیگری در رکوردهای جهانی گینس به نامش ثبت شد. سومین فرزند جکسون، پرنس مایکل جکسون دوم،
در سال 2002 متولد شد. جکسون هویت مادر او را فاش نکرد، اما گفت که تولد فرزند در نتیجه لقاح مصنوعی از سلولهای اسپرم خود او بوده است. در 2003 جکسون به 7 مورد تجاوز به کودکان و 2 مورد اقدام به کاربرد عامل مست کننده برای تسهیل اقدام به جرم مذکور متهم شد. تمام اتهامات در ارتباط با پسری بود که در زمان وقوع اتهامات وارد شده زیر 14 سال سن داشت. کمی قبل در همان سال مستندی به نام زیستن با مایکل جکسون ساخته شد. جکسون اتهامات مطرح شده را رد نمود. در روند تحقیقات وضعیت سلامتی جکسون توسط یک متخصص سلامت ذهنی به نام دکتر استنکاتز بررسی شد. او چند ساعت را نیز به بررسی وضعیت شاکی گذراند. از نظر کاتز، جکسون در حد یک کودک 10 ساله به عقب برگشته بود و وضعیت روانیش با وضعیت روانی یک بچه باز مطابقت نمی کرد. در جریان دادگاهی که در شرف وقوع بود، جکسون به مورفین و دمورول وابسته شد که کمی بعد بر آنها غلبه کرد. در طول جریان دادگاه، جکسون برای بار دیگر از بیماری‌های وابسته به استرس رنج برد و وزن زیادی را از دست داد که باعث تغییر در ظاهرش می‌شد. در ماه جون، جکسون از تمامی اتهامات تبرئه شد. بعد از پایان جریان دادگاه، جکسون به عنوان مهمان شیخ عبدالله پرنس بحرین به جزیره بحرین در خلیج فارس نقل مکان کرد. یکی از اولین موقعیت‌هایی که جکسون بعد از جریان دادگاهش در عموم ظاهر شد، بازدید او از دفتر رکوردهای جهانی گینس در لندن مصادف با نوامبر 2006 بود. در آن بازدید 8 رکورد برای او ثبت شد که اولین سرگرمی ساز با درآمد بیش از 100 میلیون دلار در سال و موفق‌ترین سرگرمی ساز تمام دوران‌ها در میان آنها بودند. سبک آوازی بین 1971 و 1975 صدای جکسون به آرامی از آواز سوپرانوی یک پسر بچه به تنور بالای دوجنسی کنونی او تغییر کرد. در میانه دهه 70 خواننده یک سکسکه آوازی اختیار کرد. هدف سکسکه چیزی شبیه به فرو کشیدن هوا یا نفس زدن بود. در 1993 جکسون برای اولین بار در مصاحبه با اپرا وینفری نشان داد که چگونه از دهان و حنجره‌اش به عنوان ساز موسیقی استفاده و بدین وسیله آهنگ‌ها را پایه‌گذاری می‌کند. در 1984 در زمانی که 26 سال داشت، نام جکسون به طور رسمی در خدمتگاه مشاهیر هالیوود ثبت شد. جکسون اثر برجسته‌ای بر موسیقی و فرهنگ سراسر جهان گذاشته است. او در آمریکا تبعیض‌های نژادی را فرو پاشید، هنر موزیک ویدیو را متحول کرد و راه را برای موسیقی پاپ مدرن هموار نمود. کل درآمدهای او در طول زندگیش 500 میلیون دلار تخمین زده شده است. در 2006 اعلام شد که جکسون در طول زندگیش بیش از 300 میلیون دلار وقف خیریه نموده است. او تا به حال به هر نوع کار خیریه‌ای دست زده است. در سالهای اخیر او به عنوان یکی از معروف‌ترین مردان جهان شناخته شده است. وجه تمایز مایکل جکسون با سایر خوانندگان. مایکل جکسون تنها یک خواننده نبود. او هنرمندی همه جانبه بود که موسیقی، رقص، مد و کلیپ‌های تصویری را به سطحی جدید رساند. چند ویژگی متمایز او عبارتند از سبک رقص منحصر به فرد، حرکاتی مانند مونواک و اسپین‌های چرخشی او به امضای هنری او تبدیل شدند. موزیک ویدیوهای سینمایی. مایکل اولین هنرمندی بود که موزیک ویدیو را به یک هنر سینمایی تبدیل کرد و با آثاری مانند تریلر و بلک اور وایت استانداردهای جدیدی در این زمینه ایجاد کرد. تأثیرات اجتماعی. او از موسیقی خود برای ارسال پیام‌های اجتماعی استفاده کرد. آهنگ‌هایی مانند Heal the World، We Are the World و Earth Song
نشان دهنده دغدغه‌های او نسبت به مسائل جهانی بودند. نوآوری در تولید موسیقی. مایکل با همکاری تهیه کنندگان بزرگی چون کوینسی جونز از تکنیک‌های پیشرفته ضبط و تولید برای خلق صدای بی‌نظیر استفاده کرد. سالهای آخر زندگی. در ژوئن سال 2005 مایکل جکسون از تمام اتهامات وارده تبرئه شد. با این حال شهرت او به شدت نابود شده و اوضاع مالی بحرانی او نیز دچار بحران شد. به لطف تصویب لوایح قانونی جدید، این خواننده دیگر هیچ حساب بانکی نداشت و قادر به نگهداری از دارایی‌های عمده خود نیز نبود. در همین دوران بود که مایکل به دوست خود پرنس سلمان آل خلیفه، شاهزاده بحرین پناه برد و شاهزاده برای نجات نیورلند به او کمک کرد و مبلغ قابل توجهی به مایکل داد. در عوض مایکل متعهد شد که آلبوم جدید خود را به طور مشترک با شاهزاده بحرینی اجرا نماید و زندگی نامه شخصی خود را نیز در بحرین بنویسد. هیچ یک از این وعده ها محقق نشد و خیلی زود مایکل با یک دادخواست از سوی دوست بحرینی خود مواجه شد. در ادامه بحران‌های مالی، مایکل نتوانست وام 23.5 میلیون دلاری که برای خرید و ساخت مزرعه نیورلند دریافت نموده بود را به بانک بازگرداند و در نتیجه بانک اقدام به حراج مزرعه و بعضی از دارایی‌های شخصی مایکل از جمله دستکش کریستالی او که در اجراهای خود از آنها استفاده می‌کرد نمود. سال بعد مایکل به خاطر حراج اموالش رسما شکایت نمود. در همین دوران پردردسر مایکل اعلام کرد که تصمیم دارد آخرین تور کنسرت‌های خود به نام این آخرش است را در ورزشگاه اوتو آرنای لندن برگزار کند. اکثر مردم تصور می‌کردند که مایکل به دلیل مشکلات متعدد و همینطور بیماری قادر به انجام چنین کاری نیست. با شروع فروش بلیت کنسرت‌ها در 4 جولای سال 2009 تنها ظرف مدت 4 ساعت تمام بلیت‌ها به فروش رسید. مرگ مایکل جکسون. متاسفانه مایکل موفق نشد استقبال بی‌نظیر مردم را پاسخ دهد و در 25 ژوئن سال 2009 در منزل شخصی خود در لس آنجلس دچار حمله قلبی و بعد از رسیدن به بیمارستان علیرغم تلاش متخصصان در اثر ایست قلبی درگذشت. خبر درگذشت مایکل همه مردم دنیا را شوکه کرد و غم و اندوه شدیدی در دل طرفداران او به جا گذاشت. خانواده مایکل طی یک مراسم خصوصی در 3 سپتامبر سال 2009 مایکل 50 ساله را در گورستان فارست لان لس آنجلس به خاک سپردند. 12 روز بعد مراسم یادبود عمومی برای بزرگداشت او برگزار شد که حدود 2 میلیون نفر از طرفداران مایکل با غم و اندوه فراوان برای شرکت در آن رهسپار شدند و تنها 20,000 نفر از آنها موفق به ورود به مراسم شدند. چند ماه بعد از درگذشت مایکل، خبر جنجالی دیگری خانواده او را در غم و اندوهی دوباره فرو برد. طبق گزارشی که در فوریه سال 2010 منتشر شد، پزشکی قانونی اعلام کرد که مایکل جکسون به قتل رسیده است. در این گزارش علت مرگ مایکل جکسون مسمومیت در اثر تزریق داروی پروپوفول توسط پزشک خصوصی او اعلام شد. در نهایت دکتر کونراد موری، پزشک خصوصی مایکل جکسون، به اتهام قتل غیر عمد مجرم شناخته شد و به 4 سال حبس محکوم شد.